صبح شما بخیر و شادی باشد. این برنامه نویدی بامدادی است. در پیشنهاد من امریدین اولیموف. امروز چهارشنبه 30 ایون است و ساعت در دوشنبه 11. نخست نظر میکنیم با سرخط خبرها. رحمان و جباروف ملاقات خود را دوستانه و با ثمر نامیدند. پادپالکونیک تاجیک را به 9 سال زندان محکوم کردند. از دانشجویان ازبک خواستند در شبکه‌های اجتماعی پرزیدنت را تعریف کنند. رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در اظهارات مشترک گفتند که برای راه ندادن به نزاع در مرز دو کشور جانب‌ها باید عهده‌داری‌های بین‌المللی را رعایت کنند. صحبت یک به یک امام علی رحمان و صادق جباروف پشت درهای بسته بیش از 6 ساعت دوام کرد. بسیاری‌ها طول کشیدن صحبت دو رهبر را به مسئله حل مشکلات در علامتگذاری مرز میان دو کشور ربط دادند و گفتند که احتمال در این باره سند امضا شود. هرچند در این باره سند امضا نشد، ولی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفته است مسئله مشخص کردن خط مرزی دولتی در مرکز گفتگوی دو جانبه بود. جانب‌ها ملاقات را دوستانه و با ثمر نامیدند. امام علی رحمان در سخنرانیش در حضور خبرنگاران گفته است جانب‌ها برای امضای سندها در باره مرز در آینده نزدیک توافق کردند. با گفته او تا امروز 32 کیلومتر دیگر با ترتیب کاری موافقه کرده شده است. گفتگوی دو کشور برای مشخص کردن خط مرزی دولتی از سال 2002 آغاز شده است و با قول امام علی رحمان نزدیک 20 سال کمیسیای صلاحیت دار از دو طرف 180 مراتب واخوردند. حالا با قول او عهدنامه درباره سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که قبلا آماده شده است در دوره آینده باید امضا شود. امام علی رحمان همچنین گفته است که با همتای قرقیزش مناقشه خونین آخر ماه اپریل در مرز را بحث کردند. او از کشته و آسیب دیدن شهروندان از دو جانب اظهار تأسف کرده است و گفته است از این رو ما باید پیش از همه درباره برقرار کردن اعتماد بین ساکنان منطقه های نزد مرز فکر کنیم. در اظهارات مشترک گفته می شود که علامتگذاری در مرز در چارچوب کمیسیای بین حکومتی و با در نظر داشت منفعت های دو کشور و راه های آسایشته و اصول های سیاسی و دیپلماتی حل کرده شود. در این اظهارات جانب ها ضرور شمردند که کار کمیسیای بین حکومتی را در مورد مشخص کردن مرز جانا کنند. دادگاه عالی تاجیکستان یک افسر بلند رتبه و فرمانده یک واحد نظامی را برای غفلت در اجرای وظیفه و راه دادن به مرگ یک سرباز به 9 سال زندان محکوم کرده است. دادستانی کلی تاجیکستان روز 29 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت که همراه با فردوس آی احمد فرمانده قسم نظامی 0203 نیروهای مرزبانی تاجیکستان الهامجان بیگماتوف یک سرباز قطاری هم برای رعایت نکردن آیین‌نامه خدمت در و زیان رسانیدن به سلامتی یک همخدمتش 20 سال زندان شده است. در بیانیه دادستانی آمده است که حکم روز 17 ایون صادر شده و پادپالکونیک فردوس آی احمدوف با بی‌عملی و بی‌فعالیتی در اجرای وظیفه و الهامجان بیگماتوف با ویران کردن قاعده‌های آیین‌نامه خدمت و زیان رسانیدن به سلامتی گناهکار دانسته شدند. با گفته دادستانی تفتیش معلوم کرده است که الهامجان بیگماتوف روز 10 فوریه امسال در دیدبانگاه‌های سرحدی رقم 4 سر از به یگان سبب همخدمتش الیف ام را دشنام و حقارت کرده قصداً با دستانش به قفس سینه و قسمت گردنش ضربه زده است که در نتیجه الیف جراحت وزنین برداشته در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند بنابر نارسایی شدید کاری دل، رگ‌های خونگرد و نفس‌کشی وفات کرده است. با قول دادستانی ماجرا و فاجعه مذکور به سبب بی‌فعالیتی و بی‌عملی پادپالکونیک فردوس آی احمدوف به وقوع پیوسته است. نظر وکیلان دفاعی هر دو محکوم شده هنوز معلوم نیست. با دانشجویان دانشگاه سمرقند و اندیجان ازبکستان امر شده است که در شبکه‌های اجتماعی پرزیدنت آن کشور شوکت میرزیویف را تعریف و مخالفان او را تنقید کنند. با گفته یک دانشجوی دانشگاه سمرقند مأموریت دانشگاه رویخط مطلب و شرح‌های تنقیدی را در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و صفحه یوتیوب تهیه کرده میان دانشجویان تقسیم کرده است تا علیه مؤلفان آنها شرح نویسند. دانشجویان و آموزگاران دانشگاه اندیجان نیز موظف شدند که در باره پرزیدنت مطلب‌های تعریفی نویسند. یک دانشجوی فاکولته فیلولوژی دانشگاه سمرقند به شرط افشا نشدن نامش رویخط مطلب‌های تنقیدی در باره میرزیویف را که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند در اختیار بخش ازبکی رادیوی آزادی گذاشت. آن عبارت از 20 مطلب و شرح علیه سیاست پرزیدنت ازبکستان است. ما را مجبور می‌کنند که ضد مؤلفان شرح و مطلب های تنقیدی در فیسبوک نویسیم. من 2 روز این امر را اجرا نکردم چون نمیخواهم، ولی حالا آن را مجبور دارند و من جز نوشتن دیگر چاره ندارم، گفت هم صحبت ما. ولی معاون رکتور دانشگاه اندیجان آید به تربیه و تعلیم ادعای دانشجویان را رد کرده گفت به کسی امر نشده است.
дар зиндони ҳирот ки яке аз маҳбасҳои калони афғонистон аст, зиндониён рӯзи худро дар омӯзишу кор мегузаронанд то дар зиндагии баъди маҳбас зуд ба шароити берун одат кунанд. масъулони маҳбас умед доранд ки касбу даромади онҳоро аз бозгашт ба маҳбас боз медоранд. гузориши омодакардаи радиои афғонистони озодро абдуллои ашур пешкаш мекунад. این زندانیان افغان هنر می‌آموزند تا آینده خوبتری داشته باشند. در این زندان در شهر هرات 2500 محبوس حکم ادا می‌کنند. در این مرکز هنر آموزی 60 نفر قالیبافی، چرمگری و هنرهای دیگر یاد می‌گیرند. با این مدت 2 سال و 4 ماه میشه که ما با بلاک صنعتی کار می‌کنیم. همینجا خرج زن بچه خدا واس همینجا پیدا می‌کنیم. 15 سال است و تقریبا 8 سال تیر شده، 7 سال دیگه بمونده. ما فعلا تقریبا حدود 3 سال میشه به صنعتی مشغول می کار صنایع همین کیفای دستی زنانه همینا تولید میکنیم. بسیاری از زندانیان برای غارتگری و قاچاق مواد مخدر جزا گرفتند. مقامات زندان امیدوارند که هنر به محبوسان امکان میدهد بعد رهایی به راه راست روند و روزیشان را یابند. اینا عرف‌آموزی میکنن و شغل یاد میگیرن و هدف ای است که اینا افراد مفید و صالح اینجا تجدید تربیت بشن و به جامعه افراد صالح پس تقدیم بشن. شعبانی 28 ساله برای غارتگری مسلحانه به 16 سال زندان محکوم شده است. او قالیبافی با تجربه شد و به زندانیان دیگر نیز هنر می آموزد. همینجا شاگرد تربیت میکنم که بخیر بیرون آزاد شدن، که دنبال خلاف نره، بره دنبال یک لقمه حلال، دنبال آزادی. دیگه اینجا محبس دیگه نیای، هر کس اینجا آزاد میشه آرزو میکنم دیگه کس به محبس برنگرده. محبس جای خوبی نیست. ترک مرکز پس از 8 ساعتی کار و هنر آموزی و بازگشت به اتاقهای زندان، مقامات میگویند نیت دارند که زندانیانی بیشتر را هنر یاد دهند تا آنها به زندگی در پشت این دیوارها آماده شوند. پاندمیای کووید 19 بازار جهانگردی را سرد کرده. حالا نه تنها سیاحان خارجی بلکه گردشگران داخلی هم امکان سفر به موضع‌های فرهنگی و استراحتی را ندارند. همکار ما نگاره فضل‌الدین در یک پرسش سریراهی از ساکنان دوشنبه پرسید که در دوره پاندمیای کرونا ویروس آیا میلی به استراحت رفتن دارند و اگر امکان داشته باشند در کجاها استراحت کردن می‌خواهند. من فراموش کردم که اخیراً مراتب کی استراحت کردم. بعد اگر امکانیت می بود خاجابیگر می رفتم در حدود جمهوری خودمون. اگر امکانیت می بود می خواستم در ساحل بحر ادریاتیک باشم، در دوبروونیک یا اینکه دیگر شهرهای ساحل ادریاتیکی سابق یوگسلاویا. نو ساناتوری خرزینیکیدزی، سوچی، ساناتوری ماریس ترزه. نمیخوام اینجا بخوام خونه. من میخوام در کوهستان درواز وقتی پاندمی رو بگذرونم. برای با هوای تازه، اگه چیزی غیر طبیعی مثل گاز اکسیژن، چیزای کربنات کم دیده میشه نظر بشه. راستی گپ دام گرفتن نیست. شرایطی دام گرفتن نیست. مبلغ. мехостам истироҳати худро дар табиат гузаронам ки ҳавои тоза ва оби соф дораду камодамӣ ва оромӣ аст. Танҳо садои табиатро мешунавӣ. дар бахши як рӯз дар таърих ҳамкорам хиромон бақозода шуморо ба муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 3 июн ошно мекунад. 3 июни соли 2014 гурӯҳи худхондаи давлати исломӣ дар Ироқ хилофати исломӣ эълон кард. ин созмон дар Тоҷикистон ва аксар кишварҳои дунё мамнӯъ ва ифротӣ эълон шудааст. аз Тоҷикистон ҳам садҳо нафар барои ҷангидан дар сафи ин гурӯҳ ба Сурияву Ироқ рафтаанд. 3 июни соли 2012 ҳукумат барномаи рушди забони тоҷикиро барои 4 соли оянда тасвиб кард. масъулини кумитаи забон гуфтанд ки ҳадафи аслӣ пок кардани забони адабӣ аз қолабҳои сунъӣ ва лаҳҷавии солҳои аввали шӯравӣ аст. 3 июни соли 2016 мансабдорони тоҷик дастури расмӣ гирифтанд ки фитрии рӯзаашонро бар асоси рӯйхати махсус ба оилаҳои камбизоат дода аз натиҷааш ба дастгоҳи иҷроияи президенти Тоҷикистон гузориш медиҳанд. дар як дастури ҳукумат ба мақомдорон таъкид шудааст ки ҷараёни супурдани садақаи фитри мансабдоронро кумитаи дин назорат мекунад.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در نسبت اسعار خارجی برای امروز 30 ایون چنین تعیین کرده است. این برنامه نوید بامدادی بود. در پیشنهاد من امرالدین علیموف به شما روزگار خوب و بالیده را تمنا داریم. تا برنامه‌های آینده خیر.